مشتری اولت دقیقاً خودتی. اگه خودت به محصولت باور نداشته باشی چطور انتظار داری مشتریت باور کنه؟ تو همون چیزی رو به دنیا میفرستی که دقیقاً توی ذهنت داری. مثلا اگه فروشنده آیفونی و خودت اولین کسی نیستی که از جدیدترین مدل آیفون استفاده نمی‌کنی، با اینکه میدونی چقدر خوبه، یعنی خودتو لایق استفاده از محصول خودت نمیدونی. این چیزی که میگم اون 10 بار گوش بده. بذار یه مثال فروش واسط بزنم. وقتی خودت به این مدل گوشی با کیفیت باور داری و ازش استفاده هم میکنی، میتونی همون حس اعتماد رو به مشتریت منتقل کنی و فروشتو کاملا راحت‌تر انجام بدی. اینو بهش میگن یوزر اکسپریانس، یعنی تجربه مشتری. تو قبل از اینکه تجربه مشتری ها تا بخوای انتقال بدی، خودتون محصولتو تجربه کردی. اگه دوست داری تکنیک‌های تجربه مشتری رو یاد بگیری، همین الان کلمه تجربه مشتری واسه من کامنت کن.